در شرایط خیلی اقلیم گرم ما وقتی که بعضی بانوها سطر ببر میکنند، حتی در بسیار موردها معذرت میپرسم در نقلیات دربارشون ششتن امکان ندارد. بعد واقعا خطر دارد. هر کس با تشویش و شبهه به آنها نگاه میکند که خدا نکند در تگ سطرشون چادرشون یگان چیز پنهان شده باشد، چون که حادثه‌های زیادی ما در من این بانوی زیبایی که در نزد ما هست ما هراس میکنیم از اینا. استاد این درباره این کارها برای تهیه نمونه لباس ملی چقدر دوام دارد؟ واقعا ما دستور گرفتگی بدیم که در مورد تهیه لباس ملی در همکاری با کمیته های داخلیداری دیگر مقامات های دیگری وکالتدار در عین زمان یک خلاصه مشخص نیست. بحث و مبادله افکار در این سمت ادامه دارند و در وقت‌های نزدیکتری میتوانیم به این سوال شما پاسخ دهیم. در همین تهیه لباس ملی تا کجا لباس پوشی زنان ما در گذشته به نظر گرفته میشه در حجاب مثلا لباس‌های بخاله واسه چگونه ماننده است یا اینکه نه اصلا همون سنت‌های ملی که ما داشتیم اونها پره رعایت می‌گردند. در عین حال با نظر داشته پیشرفت جامعه امروزه لباس‌ها تکمیل داده میشن، نه که ما بازگردیم به عصر سنگ و عصر چیزی که بانوهای ما خانم‌های ما پیشگذشتگان ما در بسیار موردها خیلی نیازمند بودند و لباس‌های زیبای مانند امروزه نداشتند. هم زیبا باشد هم برای سلامتیشون مفید باشد. برای مردها یگان نمونه این گونه برای مردها که لباس اروپایی چیزی که تمام دنیا قبول کرده است. فرض کنیم عرب‌ها ما مانند عرب‌ها من حاضر پوشیدیم چخیل نگاه میکنم به ما.